امشب یکشنبه 16 سنبله 1404 برابر با 7 سپتامبر 2025 آسمان افغانستان شاهد یک رویداد نادر و شگفت‌انگیز خواهد بود. ماه گرفتگی کامل یا همان خسوف کامل. در این پدیده زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه خود را بر سطح ماه می‌اندازد. نتیجه آن تغییر رنگ ماه به سرخ یا مسی است. پدیده‌ای که به آن ماه خونین هم گفته می شود. اما این خسوف چه زمانی آغاز می شود؟ طبق محاسبات نجومی از ساعت 7:58 شب ماه وارد سایه نیمه‌ای زمین می شود. حدود ساعت 8:58 مرحله جزئی خسوف آغاز خواهد شد و درست در ساعت 10 شب ماه به طور کامل در سایه زمین فرو می رود. این مرحله کامل که زیباترین بخش خسوف است تا ساعت 11:23 ادامه دارد و در اوج آن یعنی حوالی ساعت 10:42 ماه به رنگ سرخ پررنگ در می آید. کل این ماه گرفتگی تا 1:30 بامداد دوشنبه ادامه خواهد یافت. در مجموع بیش از 5 ساعت و نیم طول می کشد و بخش کامل آن حدود 82 زمان دارد. این خسوف در سراسر افغانستان قابل مشاهده است و برای دیدن آن به هیچ ابزار خاصی نیاز ندارید. تنها کافی است آسمان صاف باشد و افق دید باز داشته باشید. البته استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ می تواند تجربه شما را شگفت‌انگیزتر کند. پس اگر به پدیده‌های آسمانی علاقه دارید، امشب فرصت بی‌نظیری در انتظار شماست. به آسمان نگاه کنید و شاهد یکی از زیباترین نمایش‌های کیهان باشید.